سه‌شنبه است، آزمایشگاه دارم میرم دانشگاه، هم کلاس هم آزمایشگاه. بعد این که شما ببینید که کارتون رو درست انجام دادین یا نه باید شما چیکار کنید؟ کنترل کیفیت بکنید. چجوری؟ یکم از محصول رو برمی‌دارید. نمیخواد نیاز به اون حرکت من با این بردم چون من خیلی آدم تمیز و مرتبی هستم. جواب نمیدم. جواب نمیده و اینطوری میکنید میمالید به دست صدای واسطه رو ماما یا چقدر نرم و نازنازیه و شما پودر بچه‌تون آماده است. واقعا واقعا بعد خوشبو اونجور واقعا زیبا. اگر پودر بچه خواستید بیا پیش خودمون متاسفانه عزیز فله‌ای به شما با قیمت خیلی مناسب میفروشیم. مرسی. اگه تابستون کچپاتون زد به ما برای درمان سوختگی های موضعی به هر حال خیلی مناسبه. همین ارزی نیست. کارمون تموم شد. های خسته و کوفته از کار لابراتوری دارم میرم به سمت کتابخونه که برای امتحان در پیش رو درس بخونیم. های امروز چهارشنبه است، دارم میرم دوستم رو ببینم و شام با هم بخوریم. بریم ببینیم سنتر چه خبره. دوستان عزیز فقط یه هینت براتون دارم، اونم اینه که اگه تو روم قرار گذاشتیم با هر کسی 2-3 ساعت زودتر از در بیان بیرون چون قطعا دیر میرسیم. های مجدد از این شب بی پایان من در حال رفتن به خونه هستم. بالاخره فاینالی یه شب خیلی خوب داشتم، جای همگی خالی در چنتروی روم، خیلی خوش گذشت. نتونستم خیلی فیلم برداری کنم از سنتر. الانم تو مسیر خونه و فردام با آزمایشگاه و درس من رو خواهید داشت. شب و روزگار خوش. هلو، امروز پنجشنبه است. داریم میریم به سمت دانشگاه که بریم آزمایشگاه. بیا میتونیم ما در سایت اینستاگرام که رکورد ساخت کپسول رو بزنیم. آماده است؟ فاینالی. خب حالا دوستان اینو به این شکل میاری بیرون. در رو وا کن. در رو وا کن عزیزم. خب اینم از این. هلو های، به ورژن پنیکی من خوش آمدید. از الان تا 6 روز دیگه با این پنیکه قرار زندگی کنیم به خاطر اینکه امتحان نزدیکه و من احساس میکنم اصلا اونجایی که باید نیستم. این چند روز باقی مونده همش رو خونم و قراره که درس بخونم اگه بتونم واقعا ذهنم رو جمع کنم. واقعا فشار خیلی زیادی رو مغزم هست طوری که نمیتونم الان به هیچ چیز دیگه فکر کنم. امید به خدا. صبحت بخیر گل. امروز شنبه است و یه روز خیلی اینجوریه به خاطر اینکه من زیادی از اندازه خوابیدم امروز و به خاطر اینکه امتحان دارم یکم فشار خیلی زیاده و الان نیاز دارم که یکم برم قدم بزنم، یکم ذهنم رو باز کنم که بتونم تا شب درس بخونم. برنامه ریزی وعده های غذایی هفته پیش رو باید انجام بدم و باید لباس بشورم و خرید سوپرمارکت بکنم و برنامه ورزشیمو بنویسم چون که از این هفته میخوام دوباره ورزش رو شروع کنم
و حالا جدا از اون تا جمعه باید درس بخونم واسه امتحان. خیلی هفته شلوغی رو در پیش دارم، ولی هفته‌ای که احتمالاً همشو تو خونه باشم و مجبور باشم که از در بیرون نرم به خاطر درس و کار و اینجور چیزا، به جز حالا کلاس که باید برم. پیسفوله، خدا رو شکر، همه چی اوکیه. حالا بریم جلو ببینیم که چی میشه دیگه از الان به بعد این هفته. سلام از یک شنبه، آخرین روز هفته پیش رو، به شدت هفته سختیه و خیلی نگرانم، خیلی استرس دارم به خاطر امتحان و همش اینطوری هم که نکنه مثلا امتحانم خوب پیش نره. ولی خب واقعیت اینه که تایمم خب خیلی زیاد نبوده و نباید خودم رو خیلی سرزنش کنم. واقعا امیدوارم یه روزی برسه که بیام بگم امتحانای من تموم شد. چیز دیگه هم که الان خیلی توی این مدت اخیر، توی یه هفته اخیر دارم بهش فکر میکنم اینه که ما چقدر آدم‌ها رو از روی ظاهرشون همیشه قضاوت میکنیم. همیشه به فکر میکنیم که فلانی دختر خوبیه چون قیافش میاد که آدم خوبی باشه، یا فلانی آدم جالبی نیست چون به قیافش نمیاد آدم جالبی باشه. و این چقدر قضاوتیه و چقدر ممکنه یه وقتای اشتباه باشه، همیشه درست نباشه قضاوت‌های ما. و به اون جمله میرسیم که کتابو از روی جلدش قضاوت نکن. تل بزنیم چی؟ مثلا تل خوشگل مشکل مامانی اینجا داشتم قدیما، ایناش تل بزنیم چی میشه؟ پشت ببندم یا گوجه کنم اصلا. استراگل های سبا با زندگی روزمره. بکنم اگه گوجه‌ای کنم ببندم بالای سرم خوب باشه. تازه همون اومدم، موهام هنوز خیسه ولی خیلی وقت نداریم که باید بدو کارا رو بکنم. یه ماتیکی هم بزنم بریم. های فاینال لوک. من یه جوری همیشه آرایش میکنم که هیچکی نمیفهمه آرایش کردم و that's it. روزت بخیر گل. منو میبینی؟ یه هفته گذشته، هیچ ثبتی نبوده ولی سندش اینه که امتحان سختی رو پاس کردم که سالیان سال درگیرش بودم. خیلی خوشحالم ولی لباسم خیلی نامناسبه برای این هوا. بونجورنو، فردای امتحان. منو میبینی بعد یک هفته داریم میریم اشغال، دیدار با خانواده و دوستان که یکم فان داشته باشیم، بشورو ببره سختی ها رو. من جدید با موهای جدید. ستیمانا واقعا well spent.